لالا یا لالا یا برن که بستونه بستانی نه بگیرین دست من بگیرین. وقت بگه خب بابا چرا نمیگن که های حالا پرا باشه. شده که تگی نداری که لالا لالا یا انا چیزن نانه گفتم بازم با برار خوب بگو هرچی نکنه و 4 پیران از پاره بیشتر پاره کرده انا میفهمه. انا گفته که برو بگو که بستونه با تو چی بستانو مره تو؟ چیزی سکله چیزی؟ سکله سکیله بستانو؟ آه. نگو اه. ما پول داری که تو سکیله بستانو چرا پول ندارم همال عباس به تا کوچه دیدم گرگ میگه این گرگ سیاهیه گرگ دشتک گرگ نه که سگ گرگ باشه ها بفهمیدم سگ نه بفهمیدم. سکل گرگه ها اسم سکل گرگه ها انا گفته کیر بخریدم به 56.5 ها ها او بچه نادانه برین شما امر سی کنیم اگه دهن عباس بوی شیر نداده هرچی ما میگیم او سکل داشته باشم من نداشته باشم بابا جان بکنم خدا مال در باق بالام اسیاپی ها تو هم سیب میاد درخت بید می من کجا به تو پول بیارم تو سکیله بخ ها بسیا بابا کجاه باق بالام اسیاپی همین که تو زد نمیکنی ای باق تاشو میاد شلیار میدارم و یا چوقوک میدم یا سبستان میان یا گوار جمع میکنه یا گوسفندا خوب وظیفه تو چیه؟ چیکار میکنی؟ گو کلر بفشی نمیشه با مردم میگه گواه خور بدین که ما گورونی کنیم میگه چرا ترک تولا شده نمیکنی چی میداره چی تا کار بس کله اصلا من یک پول نمیخوای چرا کنی؟ چرا شما ما گفتیم اسیا هم کاری که یک نفر نمیشه کار میکنم فهمیدین اگه دیگه من کار کردم و سرزمین آمدم هرچی مستقیم کو برو باشه من شلیار دره کنی همین کشم کم کن بابا سیرم میشرم تو سکر بخوام یک کش کردی در کار مکن برو سکر بخرم برای میخوام بزگری بگیریم این مخوزی دل چرونم دل رو دوست بابی آمدم به تجور اعمالی شمار زدو بابا بود درختم به برگ بو خوری دگه زنم بان باشه که لنگم برد کنه لنگمه من تو براری ندیدم به می دنیای عالم کار گیلا چه؟ تو کار کبیو که توی خیال گنجی تو خیلیاتی خیال گوسفند کردن در من حواس من نبود شتنی جانجوری شکفوه خود این برا خوشا جنجال میکنم چی خواتی؟ بابا مردم همه خوش داره همه شکل خوش داره من که نام خدا کته شدم عقل کمال دارم با من نمیخره کی نمیخری؟ برار من یعنی به تو سکل نمیخری؟ نه کار بعد اینیه تو گردنه تو باید با چکجی آیا گیلا ایشته کار بعدی با سرمون زن خود داری که سر رو مال به یک شد میدی کار گنده نیه ایشته نیه برو تو عقلی حالی سکل خشک سوار بچی تو نام خدا جوانی به این شاخش میشه گیله نکن گیله جو برو با برو خوب خوب معصب با من بید ما کار ندارم داری نداری مگری به من سکیلی بخری ما از عباس میمونو گوشا خونی عباسی را گوشنگ جمال لباس میره گوش سکیل سواره سکیل خوشکی که اینجا از یاری پیش هست یاری پیش صبح دیدم من خیر بیدی با هم میبینو خود من سیبم نمایم به خاک سیب حالی یک روز میشه آدم یک دانه سیبی هم میخوره من سیبم نمایم من برار جو من ایتا نمیگم من میگم یعنی پول دارم برار تو ندارم آمین زامین نی تو سیب می عبید می به تو مگر شکلی بخرم
زمین که به تو میگم میگم نمیخره مرا زمین چاپ میکنه از آسمون پیدا میکنه مداری به تو پیدا کنه خدا و سلام بگو مرغ میان داره مسکیل بام بیلو که گیله گودم بیاقلی خدا یا کمه بری ازی ساده چی بگو مالی تو گناه کری یا کاری بکن که ای صاحب سکیلشه تو خاری مالی نداره خودی کله گنده کن خار مردنی من بری یاد میدم که تو برو به خود سکیل به سر بران خواه یا مزدم ثواب کنی کباب میشی به این مردم خیلی خوب نیه چکار کنم از صبح میدونم منده شدم کار کنم کارم نکنی نمیشه کار که نکنی چه کار بکنی سلام علیکم ماشا گل مونده نباشی کنی نورالله جان بخیرین جان شما جوره سلامتی اول بخیره آره نگاه شیشتین با فکر میکنی با خدا نورالله جانم تا قرقم تا دوشا قرقم همه موندگی همه خستگی همه اونوه ماشا گل ببینم آدم یک چند کلمه گپ دارم به شما بکنیم شما دست تیار خبر رفتین بلدته بسته کردین اول همی بچه شما عمال سکل ما کار کنه خود شما مال نون خوردن خور ندارین ایکو یک دیو موندی از همی بچه شما عباس به تامی کوچه همی تایر سکل هوا میکنه تمام همی مردم هم به می کوچه رفت آمد داره این میتونه همی سکل اداره کنه یا کنترل کنه شما امیر به ما بگین ایکو یکی هم شما اول میگذاشتیم یک 5 سال بعد 6 سال که بچه شما کمی دیگه کلانتر میشد سکل و کنترل میشد میرفتیم بازی سکل میخریدیم خود شما با بچه خو انگار کنیم مرگ خریدیم اگر ما ایم که مثلا یا امرو یا صبح مثلا که از پیش شما بره خوب کاری کردیم خریدیم میفهمی نورالله من گپی به تو بگم همین عباس که میره به مکتب تو بشم این خود من جنگ دست خود مادر خود که من نمیرم به مکتب بچه ها از من خودتر سکل دارم ما از کی میمونم درس من درس از من بیشتر میخونم کامیاب نشدم من چه کارم که به من سکلی نمیخری مادری هم میگون راست میگه بچه من چرا نمیخری سکلی شما با کدو باغ بالا اسیا پین خوی کار کردیم شما عمال بدتر از منون خوردن خور ندارین این کار نمیکردیم با خوب میرفتیم یک دو بوجه برین میستاندیم یک بشکه روغن میستاندیم یک چند دو بوجه آرد بخو میستاندیم همین پول از این پرده شما میشد این کار نمیکردیم شما خودم کلونه میفهمی نورالله بابر که او به دارم ندارم تو گو کار ندارم بابر که ما سکلی به من نخری دیگه کتابا رو هم پتو میکنم دیگه از مطب من خلاص بابا ما سیب ما مبید ما داری نداری هر کار میکنی به ما سکلی بخواه این کال وزیر سند سال به سر شما ایت امرا بکنه 2 سال بعد دیگه کلانتر شد چه کار خواهد کرد شاید که همین زندگی هم که داره میمیرم از شما بگیره این میفهمی چی گپه این فقط گناه مادر نه به بچه مسکل میخری بخر نمیخری دیگه خون نون توریاک میکنه ما سیب مای مبید مای من مقدار به شما بگم اگه گوش شما ما شاگرد تیر کردم که صبح اگر گوش بچه مرتکه به خون شه مجبورین 10 تا سکلا با پام بچه مرتکه بگذاریم خو یعنی میگی من چه کار کنم بیت چی بفروشیم برات کار خو بریم تو سکل ما چه کار کنم مال خود شما نون ندارین ای بابا ای نورالله خدا تو بزی تا بلا نزنه چه کار کنم چه میگه سیب ما مبید ما دیگه من مطب نمیرم همین نورالله که راست میگه بیاد با خدا خوب گپا میزنه کو باغ بالا سیا پین ما کی به سر من ظلم میکنه سکلی بزی خریدم آنا رمضان بیا آنا رمضان میپرسم شیاریه رمضان جان خیریت جان جوره شکر یا راستی دقیق کجایی بچیم همینجا جان جوره کجایی بچیم دیگه همینجا چی زنده بشی بچیم میگم همین بچیم همین باغ بالا سیاه کجا پیدا کنه یا باغ بالا یا سیاه چی همین باغ یا سیاه این دی همه باغه او دی برای سیاه داره باغ با دی ما خیلی سیاه با دی مانی او دی پین سیاه داره می چه کار هردی تا باغ و سیاه من بودم برای خود میگم که برای عکس کلی بخیر میگه باغ بالا سیاه پین پیدا کو ما کجا آورد تو به برای خود چی گفتی؟ ما گفتم به برای خود گفتم که عکس کلی به من بخیر میگه تو ما چون بید می یا سیب می ما چون باغ بالا سیاه پیدا کو که سکلی بخرم
او تا نگفته گیلا چه گفته؟ تو گفتی به من نه من با چگرنگ ما دروغ تو چی بگه. میگی این مطالعه قدیمه چه مطالعه؟ سکو من تو چی میگم تو مثلا به برای خود نوروز گفتی آه گفتی سکله به من بخر صحیحه آه وضع اقتصادی شما کو ضعیفه او پول نداشته گفتی یعنی ما باغ بالا سیاه پایینی کو نداریم که تو زید کردی که ما سب ما معبد ما یعنی ما پول نداریم که تو زید کردی یعنی امی درخت بید کو سب نداره تو میگی خام و ناخام از امی درخت بید به ما سب بده داری و نداری یا داره و نداره امی سب به ما از امی درخت بید سب بده خدا مردم قدیم بیامرزه اینا یک سری از چیزای ما نمیگم اینا هر کدوم داستان و واقعیت گیلا همین باغ بالا سیاه پایین زندگی شمار میگه یعنی نداریم شما چیزی سرمایه نداریم زمین نداریم تو سب می یا بید می سیاه پایین باغ بالا فقط قرار همین گپ که به تو نمیگه از این گوش میره از این گوش بیری میشه